یو چطورید بچه‌ها؟ حالتون چطوره؟ من بهروز رفیق هستم. خوش اومدید بعد از چند روز دوباره پیاپک نبودن. خوش اومدید به ویدیو امروز بچه‌ها. خیلی دلم براتون تنگ شده بود، باورتون نمیشه. دلم شده انقدر اومدیم امروز دوباره. امیدوارم همین روند ادامه پیدا کنه. اومدیم به ویدیوهای چهارشنبه سوری ولاگ اینا ریاکت کنیم. میدونم خیلی از چهارشنبه سوری گذشته، چند روزی گذشته، البته پس فردا عیده نه؟ راستی عیدتون مبارک بچه‌ها، پیشاپیش عیدتون مبارک. عیدو به همتون تبریک میگم. امیدوارم عید خیلی خوب و خفن و عالی در کنار هم داشته باشیم هر روز خدا و هم دیگه بگیم بخندیم. شما ویدیوی منو ببینید، منو مورد تمسخر قرار بدید و حالا خب همونطور که گفتم امروز اومدیم به یه سری از ویدیوهای چهارشنبه سوری ریاکت کنیم و با هم ببینیم چجوری. بچه‌ها من امسال اصلا نتونستم چهارشنبه سوری بگیرم بترکونم. چیکار کنم؟ حالا باورت میشه یه دونه سیگارت فقط ترکوندم. اونم دوتا بود، یکیشون نترکید یکیش ترکید. من همین میخوایم با هم دیگه به ویدیوهای چهارشنبه سوری ریاکت کنیم، یه جوری واسه خودمون چهارشنبه سوری بسازیم من و شما با هم. این ویدیو دیدنش تنهایی واسه من هیچ حالی نداره. اومدم با هم دیگه ببینیم حالشو ببریم، شاید بتونیم یه خاطره‌ای واسه سال دیگه‌مون داشته باشیم. پس بدون معطلی میریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اوه بمب امسال ما همون بمب دست سازاست. اوه حاجی چه صدای خفنه این بمب. اکلیل چی میگم من که بلد نیستم دست سازشو، ولی این اکلیل رو نمیدونم سرنج و با چی میگم با کلور این چیزو میسازم که خیلی صدای وحشتناکی داره. او اینم یکی از اوناست، دست سازه. اونهایی که اون بالا وایستادن رو نگاه. یا ابوالفضل. تو اون نوشته دیدی چی شد؟ داداش من تو اگه همونجا نمیتونستی بلند میشدی که با همون میرفتی هوا. چی ترکید خدا وکیل. خیلی خطرناکه، نکنید این کارا رو. این بازم دستازه، 2 نفری دارم میبرم میندازم. ببین چقدر بزرگه. یو نوشته اگه از دست یکی سر بخوره چی؟ راست میگه به خدا اگه از دستتون سر بخوره زمین رفته به فنا. آقا نکنید این کارا رو، خیلی خطرناکه. به فکر سلامتی خودتون باشید حداقل. تست اسکلتی بره فروشگاهی هست. فروشگاهی همینشو فقط فهمیدم. اوه چیکار میخواد بکنه حالا این؟ همش همین؟ حالا من گفتم یه صدای مهیبی چیزی. خسته نباشید بچه. حاجی دیدی چی شد؟ اصلا دودش هم زرد بود، انقدر وحشیانه بود. دوباره نگاه کنید چون وسط میدون. یا ابوالفضل. اینم همونه فکر کنم. یا ابوالفضل اونایی که تو ماشینن دارن در میرن. یا ابوالفضل این چیه؟ دودو نگاه کن شما، خیلی بده با. این فروشگاهیه. 10 دقیقه دود. برای نیرو دریایی. دودی هم هست برای نیرو دریایی. کلا به ترکی نیست، دودیه، کلا دود میده. بریم ببینیم چه جوریه. وای داداش اون چیز فیتیلش هم کار نکرد. عجیب بود. خب بریم. با دست درستش کردن. چه رنگ نارنجی خوشگلی هم داره. بنازم.
پیام بازرگانی بود. وای خدا. آقا این الان فکر کنم 3-4 دقیقه دود میده، هنوز داره دود میده. برای این امداد و ایناست دیگه، خیلی جالبه. واقعا از این چیزا برید بگیرید استفاده کنید. ما نگاه کنید فقط دود میده، دودش هم خوشگله و اینا، از روش بپرید. حالا دیگه من از تو نارنجی دو هم من. بیا. اوه این هم باز دستازه. یو ابوالفضل وسط جاده میخواد بندازه. یا خدا. اوه آجی گوشم کر شد. این چی بود؟ وای وسط جاده موتور داره رد میشه. نکنید این کارا رو. سلام بچه چطورید؟ سلام. چالش چهارشنبه سوریه. صاحب یادتون نره. شما هم ساب یادتون نره بچه. فکر نکنید من اول ویدیو نگفتم قصر در میرید. همین الان ساب کن. لایک همین الان چنل ساب کن، دکمه لایک رو بزن، یه کامنت خوشگلم بنویس، مرام خودته. اینا اومدن چالش بگیرن. فکر کنم از این ترکیدنی ها نباشه، شاید هم باشه ولی چالشه. بریم با هم دیگه ببینیم. اوه از این مشت بزنن تو مشت شکلاتی چیزی در میاد. فکر کنم ترقه باشه. بزن ببر. جایزه دودل بود. گوپس بزن دیگه. گوپس بیا نگاه کن. چیه؟ بزن به دیوار. بردار بو. سلام جیجوا. آره ترقه است میگه بزن به دیوار. چالش چهارشنبه سوریه. من خودم میدم داش. بده من. اوه بده کولی بده چون مالت. زشته بابا بود چالش. بعد داداشمون رپره. آره از اینا. بکن تو دستم میتونی که برام آهنگ بخون. رنجه کو پرت میکنیم قبل چهارشنبه سوریه. چه تعجبی هم کرد. حالا مثلا خبریه یه تیکه انقدی ببین چه صدایی چه دودی تولید کرد. چی میریزین تو اینا؟ سلام چطوری؟ بزن جایزه ببر. پایه خوش رفتار. مرسی ممنون بابت همکاری. ترسید. ایمنی میپوشم. ایمنیه. عمو شما چالش میگیری؟ آره عموی. چطوری چالش میگیری؟ سختی. یه چالش چیه؟ سانسور کرد. زیر پاش زد ترکون. یا ابوالفضل همون ببخشید چالش انگار برگشت بزن جایزه شو. نکنی از این کارا. یه سری آدم پیدا میشن میگیرن همینجا لط و پارت میکنن. نگاه نکن دختره. سلام چطوری بسن؟ سلام. حالا چطوره؟ چی میکنی لعنتی؟ چون دوست داشتم همینجا. بزن جایزه ببر. بزن جایزه ببر. بزن دیگه. بزن تو دیوار باشه. نه ترسید ریلکس. مشتو زد و برداشت. البته ترسی هم نداره. حالا جف میدن یه سری. سلام داداش. باز هم ادب آقا. بزن. به بزن. اومد برداره. چرا؟ سلام خانم. بزن جایزه بده. چالشه. بزن. زد. برداشت. بچه‌ها رسیدیم به ویدیوی الکس شات. این کلا ویدیو از اینجا به بعدش کلا مال الکس شات. یه ویدیو ولاگ چهارشنبه سوری ساخته. بریم با هم دیگه ببینیم ادامهشو. ببینیم الکس شات چیکار میکنه. الکس شات دمت گرم، کالات خیلی خفنه. سوری خریدم. خریدیم و چقدر گرون شده آجی. این 5 ثانیه رو طرف چند گفت؟ 50 تومن؟ یعنی چی؟ بسته پارسال 30 تومن بود. 30 یا 25. راست میگه اینجا هم همینطور. من میگم فقط یه دونه
اومدنی از 3-4 تا مغازه فقط قیمت پرسیده اومده بره، انقدر گرون شده، خیلی گرون شده. من اون موقع باکسیشو میخریدم 30 تومن. راست میگه خدا وکیل. اشمام ریخت گفت 50 تومن. ولی خریدیم. خلاصه یه چیز خوشگل خریدم که تو ویدیو بیفته. بریم آقا بریم. و اینکه چهارشنبه سوریتونم مبارک. همچنین گذشته ولی که بتر کنیم. بچه الان اومدم پشت آتیشم روشن کردم. بریم که وسایل رو با هم دیگه بتر کنیم. داداشم آتیش روشن کردی و عشق حال دیگه. اما همه حالش به آتیششه دیگه. همه خوشگذرونیش به اون آتیششه. اوه. هر رو پشت بوم داره میگیره فکر کنم. اوه. به. چی داره روشن میکنه؟ آبشاری فکر کنم اولش. آره آبشاری. بنازم. آره این آبشاراست. چقدر دلم میخواست امسال اینا داشته باشم ولی اب نداره، سال دیگه کنار هم ایشالله. چه کهکشانایی دارن میتره کنن بالا. علیشت هم کهکشانش روشن کرد. بیره بالا. خیلی خفن بود. یار قدیمی سوتی. وای این سوتی ها رو نگم براتون، یعنی من روی سوتی ها بد کراش دارم، خیلی عالی هن. بعد یه سری حال میدی، یه سری ها رو ایسکا کنی، سوتی ها رو بدی دستشون بهشون بگی ول نکن. وای چه چیزی میشه خدا وکیل. بعد یه سری ها میگن سوتی رو نباید بگیری تو دست، باید بذاری رو زمین بره بر خود. خب اگه قرار بود بذاریم رو زمین بره، خب چرا براش اون همه چوب گذاشتن؟ نمیذاشتن، میذاشتن رو زمین میرفت دیگه. نه بنازم آبشاری. چقدر طولانی. حس خوبی داره میده، واقعا حس خوبی داره میده. تموم شد دیگه. تموم شد. اوه چی شد آجی؟ مردی به اون دست بزن. پرشم باش. بسوز. اوه پروانه ای هم چیزی واسه نگاه. بسوز. خیلی خوبه این پروانه ای. کنار گوشم رد شد. این چقدر بود؟ بنوزم رفت تو پاچمون، این ارزون تر بود بهتر بود. راست دیگه. یه سری ها میری گرون میخره میگه حتما یه چیزی داره توشا. بعد مثلا ما پارسال یه سری نیدا خریده بودیم، نید مانند بود خریده بودیم، بعد قبل اینکه بتونیم گفتیم گرون مثلا 40,000 تومان اینا، گفتیم یا خودم چیه، رفتیم توشو باز کردیم یه دونه کپسولی بود. باورتون میشه؟ یعنی چی این کارو میکنید تو پاچه مردا؟ تهش هم میشه همون. باید میبینی ارزونه از گرونه بهتره. اوه منور. خشابش خراب بود. بزن. آها اسنایپ میزنی داشتم. تو خیابون چه عشق و حالی، ماشین و آهنگ. بنازم. اصلا چهارشنبه سوریت خوشگذرانیش به همینه، نه ترکوندن مواد منفجره. البته یک کم هم به اون هست ولی خیلی مثلا با احتیاطانه نگه. جنگ داخلیه مگه داداشم سوتی، یار قدیمی سوتی. ولش کن.
ببین رفت پایین ترکی. نشد آقا. داداشم سوتی سوتی اینجا میذاریم میده به جلو، میذاره رو زمین. خودم نگاه نکبت. آقا دوباره پروانه میدیم. پروانه سوزی. اوه دستت نمیسوزه؟ ای سوز لعنتی. اوه برو بنازم. اوه از اون کهکشان دارن میزنن از اون پشت. آتیش گرم و شبای زمستون و نگم موهای تنم سیخ شد خودم. یه آبشاری دیگه. بنازم. خب بچه‌ها این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید و احساساتتون رو تو کامنت ها با ما در میون بذارید. ولی ویدیوی خوبی شد، مخصوصا ریاکت ها به اون دستسازا و آخریش که ولاگ الیکس شات بود. واقعا وایب اون چهارشنبه سوری رو به من انتقال داد. نمیدونم شما هم همچین حسی رو ازش گرفتید یا نه، ولی واقعا انگاری که منم چهارشنبه سوری داشتم و انگار تو حال هوای چهارشنبه سوری رو خیلی حال داد. الیکس شات دمت گرم، واقعا خیلی ویدیوی با حس و حال و پر وایبی بود به قول بعضیا. این بود از ویدیو امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما سابسکرایب چنل یادتون نره، لایک و کامنت هم فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. فعلا خداحافظ.